درود بر ایمانداران عزیز. امروز میخوام بخشی از کتاب مقدس رو براتون بخونم. مزامیر 1. خوشبختی واقعی. خوشا به حال کسی که با شریران مشورت نمی کند و به راه گناهکاران نمی رود و با مسخره کنندگان هم نشین نمی شود، بلکه خوشی او اطاعت از شریعت خداوند است و شب و روز به دستورات او می اندیشد. او مانند درختی است که در کنار نهر آب کاشته شده باشد، میوه خود را در موسمش می‌دهد و برگ‌هایش پژمرده نمی‌گردد و در همه کارهای خود موفق است. اما شریران چنین نیستند، بلکه آنان مانند کاهی هستند که باد آنها را پراکنده می‌سازد. بنابراین شریران در روز داوری محکوم خواهند گردید و در جمع ایمانداران نخواهند ایستاد. خداوند راهنما و حافظ نیکوکاران است، اما عاقبت بدکاران هلاکت و نابودی است.